سلام. امروز میخوام از عشق بین یه پلنگ و یه دختر شمالی بگم که واقعیت داشته. توی سال 1280 تو مازندران یه دختری به نام مینا زندگی میکرده که چشمای قرمز داشته ولی خیلی جذاب بوده و کلی پسر عاشقش بودن. اون هر روز میرفته به جنگل و هیزم جمع میکرده. در حین هیزم جمع کردن هم آواز میخونده. پسرها ازش میترسیدن و بهش نزدیک نمیشدن. یه روز مینا متوجه میشه که یه پلنگ کنارش نشسته و داره به آوازش عاشقانه گوش میده. برمیگرده خونه و متوجه میشه که پلنگ با بویدن بوی تن مینا خونش رو پیدا کرده. مینا یه دوست داشته که فقط به اون رازهاش رو میگفته. ولی داستان پلنگ رو به هیچ که نگفته بود. بعد این ماجرا مینا دیگه جنگل نمیره. اهالی روستا مشکوک میشن و به دوست مینا میگن. دوست مینا میره بالای خونه و میبینه مینا داره با یه پلنگ حرف میزنه. بعضی وقتا هم سرش داد میزنه. دوست مینا این موضوع رو به هیچکی نمیگه چون میترسه که پلنگ رو بکشن. یه روز مینا به اصرار دوستش میره به یه عروسی توی روستای بغلی. پلنگ رد اون رو دنبال میکنه و میاد سمت مینا. اهالی روستا پلنگ رو با تیر میزنن ولی هیچکی جسد پلنگ رو نمیبینه. معشوقهای مینا برای دیدن جسد پلنگ ردش رو میگیرن و میرن سمت جنگل. ولی از یه جایی به بعد رد پای پلنگ دیگه نبوده. مینا اونقدر گریه و بیقراری میکرده که مردم روستا به خاطرش 7 روز مشکی میپوشن. یه روز صبح که مه عجیبی روستا رو گرفته بود صدای بلندی توی ده میپیچه. مردم روستا به بیرون از خونه میان و میبینن در خونه مینا بازه و اون نیست. حدود 40 سال بعد توی همون روستا یه پسر روستایی توی جنگل یه پیرزن با موهای بلند و چشمای قرمز میبینه و فرار میکنه. پسرک بعد از دیدن این پیرزن از ترس چند روز بیمار میشه و آخرش هم از دنیا میره. مردم این روستا معتقدن که اون پلنگ جن و پری بوده که عاشق مینا بوده. الان هم خونه مینا توی نوشهر وجود داره. مرسی که به این ماجرا گوش دادین. این داستان واقعی بوده و الان هم خونه موجود هست. ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید.